فیلم‌های علمی تخیلی فقط در مورد فضا و تکنولوژی نیستن، بلکه در مورد خودمان، ترسامون، امیدامون و آینده‌ای که ازش تصور داریم و هر روز داریم بیشتر بهش نزدیک میشیم. من سامانم و امروز توی این ویدیو با معرفی 5 تا فیلم علمی تخیلی با شما همراهم. از اولین فیلممون شروع میکنیم، کوهرنس، محصول سال 2013. فیلمی که در مورد یک دنباله داره. چند تا دوست دور هم جمع شدن که یک دنباله دار رو توی آسمون میبینن و خب از اونجا همه چیز تغییر میکنه. این فیلم دیالوگ محوره و خب جلوه ویژه خاصی نداره و با همون دیالوگ بهت ثابت میکنه که همه چیز توی این دنیا به هم ریخته بعد از اون دنباله دار. بریم سراغ فیلم بعدیمون، اینترستلار. فیلمی که اگه ندیدید همین الان این ویدیو رو ببندید برید ببینید. فیلم اینترستلار در مورد زمانیه که زمین داره نابود میشه و یه گروه فضانورد از ناسا مأمور میشن که برن یک زمین جدید برای سکونت انسانها پیدا کنن و واقعا فیلم فوق‌العاده‌ایه. یعنی اینجوری بهتون بگم که سال 2014 اومده، یادم رفت بهتون بگم، و در کل یک فیلم فوق‌العاده است، یه فیلم همه چی تموم توی این ژانر و میتونم بگم که جزو تاپ 10شه. اگه دنبال فیلم‌های خوب میگردی که وقت رو باشون پر کنی، به تبریک میگم، به جای خوبی اومدی. حتما دکمه سابسکرایب رو بزن که از بقیه ویدیومون جا نمونی. خب بریم سراغ فیلم بعدیمون، مون، محصول سال 2009. فیلمی در مورد یک مردی که سالهاست توی ماه داره کار میکنه، یعنی روی ماه داره کار میکنه، داخلش که نمیشه باشه. در کل داره روی ماه کار میکنه و آماده برگشتن به خونه است، اما این وسط یه اتفاقی میفته که همه چیز رو زیر سوال میبره. مون از اون فیلم هایی که بدون هیچ سر و صدایی تو عمق وجودت نفوذ میکنه و واقعا یکی از فیلم های خفنیه که میتونید توی این ژانر ببینید. خب بریم سراغ فیلم بعدیمون، شاهکاری از نولان، اینسپشن، محصول سال 2010. یه دزد حرفه‌ای میتونه وارد خواب بقیه بشه و ذهنشون رو تغییر بده، ولی خب وقتی که رویاها توی هم گره میخورن واقعیت از کنترل خارج میشه و خب اینجاست که با یک فیلم شاهکار طرفیم. فیلمی که اصلا نگم براتون واقعا. ببین یه فیلم بالاتر داشتیم از نولان، باز اینترستلار با اینسپشن جفتشون فیلم هایی هستن که واقعا باید توی تاپ لیستتون قرار بگیرن. یعنی اگه اولویت بندی دارید برای دیدن فیلم، حتما اینا رو توی اولویت اصلی بذارید و اول اینا رو ببینید و بعد برید سراغ فیلم های دیگه. و در کل اینو بهتون بگم که فیلم های فوق العاده ای از نولان. خب بریم سراغ فیلم بعدیمون، آریوال، محصول سال 2016. یه سری بیگانگان اومدن داخل زمین و یک زبانشناس مأموره که با اینها ارتباط بگیره. این فیلم در مورد صلح، درک و زمانه، نه اینکه جنگ. یعنی اون چیزی که همیشه بهمون فیلم ها القا میکنن که بیگانگان بیان جنگ میشه و نمیدونم اسلحه‌های لیزری و فلان و فلان، اصلا این فیلم اینو نشون نمیده و قراره یه چیز متفاوتی رو بهتون نشون بده و نمرات خیلی خوبی داره، از این نظر که واقعا ارزش دیدن داره. برنده چندین اسکار شده، اسکار تدوین صدا، نامزد بهترین فیلم و کارگردانی، که واقعا فیلمیه که ارزش دیدنش بالاست توی این ژانر. خب این بود از لیست 5 فیلم علمی تخیلی ما. امیدوارم از این فیلم ها خوشتون بیاد. اگه فیلمی میشناسید که توی لیست ما جاش بود باشه و نبود، حتما توی کامنت ها بهمون معرفی کنید.